امام صادق سلام الله علیه در یک روایتی در مورد ماه محرم اینجور فرمودن در ماه محرم ملائکه خدا از آسمان نازل میشن، در جلسات ابی عبدالله سلام الله علیه حضور پیدا میکنن. با هر ملکی یک شیشه ای هست که این ملائک اشکهای گریه کنان سید الشهدا رو در این شیشه ها قرار میدن، جمع میکنن تمام اشکهایی که بر سید الشهدا ریخته میشه در شیشه هایی از بلور قرار میدن، با خودشون میبرن. روز قیامت آتش جهنم از غضب الهی فوران میکنه، ملتهب میشه. ملائک قطره‌ای از این اشکهایی که بر سید الشهدا ریخته شده را در جهنم میریزن. جهنم 70,000 فرسخ از کسی که برای امام حسین گریه کرده دور میشه. آتش جهنم به کسی که برای امام حسین اشک ریخته اصابت نمیکنه و ضرری نمیرسونه. شما ببینید این اشکی که برای سید الشهدا ریخته میشه بر صورت ما جاری میشه، از بین نمیره. ظاهر اینه که من با این دستمال پاک میکنم، با دستم از بین میبرم، اما واقع و حقیقتی که امام صادق برای ما روشن کرده این که این اشک واقعیه. این اشک میمونه برای اون روزی که هیچ کسی به دادمون نمیرسه، هیچ کسی به فریادمون نمیرسه. انشاءالله که ثواب این روایت، ثواب این عزاداری ها، انشاءالله که حقیر رو میگم، شما بزرگواران خودون صاحب اختیاری، هدیه باشه به روح دو بزرگوار، دو رفیق شهید، حاج شیخ عارف رستمپور و سید قاسم موسوی. رضوان خدا بر این دو بزرگوار باشه انشاءالله.